برای اولین بار در تاریخ روابط چین و افغانستان خط ریل ویژه ترانسپورتی با هدف انتقال مستقیم اجناس تجارتی چین به افغانستان و بالعکس در شهر هایمین ایالت جیانگسوی چین افتتاح و به بهره برداری رسید. قابل یادآوری است که دو خطوط ریلی بین افغانستان و کشور چین وجود دارد که اولی آن قبلا کارش تکمیل و به تاریخ 7 جولای سال 2023 افتتاح و کار خود آغاز نمود که مسیر ارتباطی آن از چین شروع می شود و با عبور از قرقیزستان و ازبکستان به افغانستان می رسد. و دومین خطوط ریلی که چین را به افغانستان وصل می سازد خطوط ریلی 5 جانبه است که از چین شروع و پس از عبور از کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان می رسد و از آنجا به ایران و سپس راهی اروپا می شود. شروع ترانسپورتیشن مستقیم ریلی بین افغانستان و چین من حیث دو کشور همسایه که در طول تاریخ مناسبات نیک و دوستانه با هم داشتند، یک قدم مهم برای نزدیکی روابط تجارتی دو کشور می باشد. این مسیر ریلی احیای دوباره راه ابریشم می باشد. راه ابریشم مسیر تجارت، تبادل فرهنگ ها، وصل کننده تمدن ها و نقطه ایجاد ارتباط میان شرق و غرب می باشد. افغانستان و چین از زمانهای قدیم از طریق راه ابریشم روابط تجارتی داشتند و افغانستان من حیث شاهراه تجارتی و چهارراه منطقه در تقویت اتصال منطقه‌ای نقش مهمی داشته است. امروز هم به دنبال انکشاف علوم و تکنولوژی جدید و پیشرفت پروسه جهانی شدن، دو کشور همسایه و تاریخی روابط خود را بر اساس اصول همزیستی، مسالمت آمیز و حسن همجواری در زمینه‌های مختلف گسترش دادند. اداره راه آهن افغانستان در اطلاعیه آغاز آزمایشی خطوط ریلی چند وجهی جدید بین چین، قرقیزستان، ازبکستان و افغانستان را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است در نشست اخیر کارگروه و ویژه در نشست 4 جانبه نمایندگان ادارات راه آهن افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان با مشارکت یک شرکت لوجستیک بین المللی چینی طرفین توافق کردند روند عرضه محمول از چین به افغانستان و توسعه زیرساخت‌های لوجستیکی را تسریع بخشند. در آن نشست همچنین توافق شد تا به منظور توسعه خطوط چند وجهی چین، قرقیزستان، ازبکستان، افغانستان راه اندازی آزمایشی قطار کانتینری در مسیر جدید ترانزیتی کاشغر، اوش، اندیجان، گلابه و حیرتان صورت گرفت. با آغاز آزمایشی این خط آهن اولین قطار متشکل از 12 کانتینر 40 فوتی به ارزش 1.5 میلیون دلار آمریکایی که شامل قطعات موتر، مبلمان، لوازم اداری و تجهیزات مکانیکی است و تاریخ 7 جولای 2023 از لانجو مرکز ولایت گانگسو در شمال غربی چین به سمت افغانستان با عبور از قرقیزستان، ازبکستان به بندر حیرتان شهر مزار شریف افغانستان رسید. این قطار که سفر خود را از مرکز تدارکات دونگچوان در لانجو آغاز کرد به سمت کاشغر در منطقه خودمختار سینکیانگ اویغور چین حرکت کرد. پس از ورود به کاشغر کالاها برای حمل و نقل بعدی به قرقیزستان با کامیون‌ها منتقل شد. از آنجا این کالاها قبل از رسیدن به حیرتان افغانستان دوباره از طریق راه آهن حمل شد. این قطارها هنگام برگشت اقلام صادراتی افغانستان چون سنگ مرمر، زعفران، میوه‌های خشک و سایر اقلام صادراتی را به مقصد چین بارگیری می‌کند. لانجو یک مرکز حمل و نقل در شمال غربی چین است. در حال حاضر خدمات قطار بین المللی را به بیش از 30 شهر در بیش از 20 کشور باز کرده است که افغانستان هم جزء آن می باشد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده، پس از انجام پروژه آزمایشی در این مسیر، گردش محموله تنها در مسیر افغانستان به بیش از 4000 کانتینر در سال افزایش خواهد یافت. قبلا اجناس وارداتی چین به افغانستان از طریق دریا و مسیرهای دیگر 3 ماه طول می‌کشید. اما خوشبختانه خطوط ریلی بین افغانستان و چین این مدت زمان را به 15 روز کاهش داده است. ایجاد این خط ریل ویژه ترانسپورتی که بین افغانستان و چین صورت گرفته است، فرصت‌های جدیدی را برای تقویت تجارت بین دو کشور ایجاد نموده و مسیر انتقالات کالاهای تجارتی بین چین و افغانستان و بالعکس را و میزان زیادی کوتاه‌تر، مسئول‌تر و قیمت‌ها را نیز رقابتی‌تر خواهد ساخت. بر بنیاد تفاهم‌نامه‌ای که میان 5 کشور چین، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران به امضا رسیده است، یک خط آهن ترانزیتی دیگر از چین تا ایران ایجاد می‌شود که بخش بزرگی از این خط آهن از 6 ولایت افغانستان می‌گذرد. سرپرست وزارت فواید عامه گفت این خط آهن از شهر کاشغر چین آغاز
و با عبور از قرقیزستان و تاجیکستان وارد شیرخان بندر ولایت کندوز می شود که از راه ولایت‌های شمالی یعنی کندوز، بلخ، جوزجان، فاریاب و بادغیس به هرات می رسد و از طریق منطقه شامتیغ به ایران وصل می شود. افغانستان یک کشور محاط به خشکی است. ایجاد خط آهن از لحاظ حمل و نقل کالا و ترانزیت آن از اهمیت زیادی برای این کشور برخوردار است. همچنان این پروژه از نظر اقتصادی و اجتماعی ارزش زیادی برای افغانستان دارد. هنوز معلوم نیست که ایجاد این خط آهن چقدر هزینه برمی‌دارد، اما در حدود 2100 کیلومتر طول دارد که 1048 کیلومتر آن از خاک افغانستان می‌گذرد. ساخت این خط آهن از نگاه فنی در افغانستان کاملا امکان پذیر است و بخش افغانستان که 1048 کیلومتر است تا 2.3 میلیارد دلار هزینه برخواهد داشت. خط آهن ترانزیتی چین تا ایران بخشی از راه جدید ابریشم است که ساخت آن از سوی بانک توسعه آسیایی و بانک چین تمویل می شود. قابل یادآوری هست که جاده ابریشم آسیا را از طریق خشکی طی می کرد که طول راههای آن بالغ بر 8000 کیلومتر بود. این جاده از مشرق شهر چانگ یعنی شیان امروز پایتخت باستانی چین آغاز می شد و در طول دیوار بزرگ چین ادامه می یافت. سپس به دو شاخه تقسیم شده و از حاشیه صحرای تاکلاماکان عبور کرده و با عبور از چندین گردنه مرتفع از قله‌های پربرف کوههای پامیر می‌گذشت. سپس از سرزمین‌های بلخ افغانستان که از غرب به سوی فلات ایران کشیده می‌شد، از شهرهای سمرقند و بخارا می‌گذشت و از آنجا به مرو می‌رسید. جاده ابریشم یا راه ابریشم راه کاروانرو که از دوران باستان در دو قاره آسیا و اروپا از چین تا مدیترانه مورد بهره برداری تجارتی، زیارتی و سیاحتی بوده است. افغانستان یکی از کهن‌ترین مراکز تمدن و فرهنگ در جهان محسوب شده و نقش مهمی در حیات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی آسیا بخصوص آسیای مرکزی در قرون قدیم و قرون وسطی بازی کرده است. تحقیقات علمی و کشفیات باستانشناسی تثبیت کرده است که افغانستان کنونی نخستین کانون تمدن و فرهنگ در آسیای مرکزی بوده و پنجمین کانون در ردیف کانون‌های هفتگانه تمدن و فرهنگ بشری در جهان به شمار می‌رود. افغانستان بنابر موقعیت جغرافیایی خود قرنها به مثابه پل ارتباطی میان مراکز تمدن و فرهنگ چین، هند، بین النهرین، سواحل شرقی دریای مدیترانه، مصر، یونان و روم نقش حیاتی در آشنایی و امتزاج مظاهر و گوناگون این تمدن‌ها بازی کرده است. ما واقعا باید فرصت ندیم دشمنای ما، دشمنای مشترک منطقه، دشمنای مشترک کشور یا دو کشور از موقع استفاده بکنه، ما را خدای نکرده در برابر هم قرار بده. این همکاری هایی که مثل امروز آغاز شده، این اگر عملی شوه و همچنان بیشتر و گسترده تر شوه، واقعا دشمنای ما مایوس خواهد شدن و نخواهد توانستند خواب خیال خود را ایجاب پیاده بسازند.